ماده‌ای برای دریافت و دیدن شگفتی‌های جدید بازی پابجی. اینجا خبرهایی از آپدیت بازی پابجی نیست. بر پس 16 به همراه اسکین‌های یخی بی‌نظیر و اضافه شدن M762 یخی هم که گفته شده برگشت داده میشه. اما خبرهای هیجان انگیزترش هم بهتون میگم. اولتیمیت‌های جدید و ملکه یخی هم به بازی پابجی قراره که وارد بشن که در ادامه تایید بودن یا نشدنش رو بهتون میگم که هیچ کسی هم واقعا منتظرش نبود و انتظارش رو نداشت. با من همراه باشین چون که به زودی همین جزئیات شگفت انگیز رو به شما همه میگم. پس تا این ویدیو همراه من باشید. خیلی خوب، بخش اول با جزئیات آپدیت بعدی بازی، یعنی که شماره 4 نقطه‌ای که بازی پابجی قرار بیاد و مودی که بازی پابجی میخواد اون رو بیاره و حالا یک سری تصاویری که میتونیم اونها رو ببینیمشون و جوایزی که در ادامه و ایونت هایی وجود داره رو بهتون میگم. تصاویر اولیه از آپدیت بعدی فعلا همینه. گفته شده طبق اطلاعات جدید که توی تاریخ دومین هفته اکتبر میاد، این کمتر از 20 روز دیگه اولین نسخه آپدیت بعدی بازی، یعنی که میشه نسخه بتا، منتشر میشه و تو میری سراغش و حالا اینجا هم بازی میکنی هم مود رو میبینی. اطلاعات اولیه که توسط هوش مصنوعی هم حالا ساخته شده و به دست اومده یه دونه قصر بودش که بهتون گفتم و واقعا به جز این چیز خاصی دیگه این نیستش که حالا بخوام اطلاعات بدیم، به جز این که اینو میدونید زمستون میاد، آسمونش رنگیه، مثلا ممکنه که طبق اطلاعات شفق قطبی بیاد، حتی برف توی بازی ببینین که حالا میاد پایین و همچین ویژگی‌های خیلی خوبی. وسایل نقلیه یا اینکه حالا اون بابا نوئله یا همچین چیزی اسمشه، دقیقاً هم حالا خودتون بهم بگین. طبق اطلاعات جدید که میشه گفت و اژدها هم خیلی تاکید دارن که بتونید با اژدها سفر بکنید یا اینکه حالا پرواز بکنید به عنوان وسایل نقلیه میاد، یا مثل همون آپدیت‌های قبلی و سالهای پیش بتونید که با همون اژدها یا دراگون بازی یه دونه فایت خیلی گنده انجام بدین که همین میشه یکی از اون ویژگی‌ها و جزو قابلیت‌های جذاب از آپدیت بعدی که میشه گفت که همچین چیزی خیلی خوبه و شاید هم داخل آسمون ببینید یک سری از اون اژدهاها دارن پرواز میکنن و گفتم این رو بهتون بگم. نظرتون چیه؟ قصرش هم گفته شده تایید شده و حالا تصاویر مختلفی هم که قبلا هم بهتون گفتم یادم میاد پولوش 3 هفته پیش یا 2 هفته پیش و تصاویر مختلف و حالا این عکس‌ها رو توی ویدیو قبلی در مورد این آپدیت بهتون گفتم که میتونیم شاهد چه چیزایی باشیم که امکان داره دوباره ما بتونیم که همین اژدهای بزرگ رو داشته باشیم و انجام دادن یک سری از اون ماموریتاش. خیلی هم واقعا سریع گذشته، سریع رسیدیم به کریسمس بعدی که اینجا هم میتونید حالا تصاویری از اینجا ببینید و تخت پادشاهی که فکر نکنم، ولی خب اون صندوقچه‌ها رو که بتونم حالا اینجا بخوام نشون بدم بقیه‌شون همینه و همون آسمون شب این حالت‌ها رو داره و روز و شب رو داخل مپ بازی میاد. توی مپ‌های ارانگل میتونیم رو داشته باشیم، همچنین لیویک که مشخص میشه که داخل کدوم مپ‌های دیگه هم وجود داره به جز لیویک و ارانگل. اینم از این. اینجا میتونید ببینید شاید هم داخل همون بازی یک سری از اون صندوق‌ها باشه که اونو بازش بکنید، یه دونه تایمر واسش بیاد، تایمش که به پایان رسید میری سراغش و حالا اون آیتم‌های درونش رو دریافت می‌کنی. ممکنه بهت مدکیت بده، هلمت بده، اسلحه بده، فرقی نمی‌کنه، هر کدوم از اینا رو بهتون میده و حد می‌زنیم که توی همین سیزن بعدی هم این ویژگی‌ها و اطلاعات رو داشته باشین که بتونم قبلا هم گفته بودم و شاید هم خرس رو ببینید که توی بازی اومده. شاید دیدین که توی بازی یک سری حالا از اون خرسای قطبی افتاد دنبالت و بعد فرار بکنی و به یه جا قایم بشی و اون از بین ببری و این شکلیه. شاید این رو داشته باشین، شاید دارم بهتون میگم احتمالی همیه این وسایل نقلیه که بهتون گفتم. بریم سراغ جبهه سری آپدیت بعدی بازی پابجی، اصل آپگریدیش و اسکینی که میتونیم اون رو داشته باشیم که معرفی شده چندین اسکین مختلف. اما قبل از اینکه بریم سراغش حتما اگه به اینجای ویدیو رسیدیه اون دکمه لایک رو بزنش و منو همین الان خوشحال کن دیگه. مرسی. خیلی خوب بچه‌ها، چندین سلاح مختلف رسیده. یکی از اون سلاح‌ها مینی 14 که اینجا هم میتونید ببینید. من خودم اینجا دارم میبینم توی 7 لول مشخصه که مثلا بیسیک فرمش این شکلیه. بخش لوت کرت افکت‌های کشتن انمی میاد واسط. ادوانس فارم داره جزئیات اسلحه رو بهتون نشون میده که داره بیشتر میشه. هرچی اینجا لولش بره بالاتر جزئیاتش هم خیلی بیشتر و بهتر میشه و حالا اسکینش هم خوبه. کیل مسیج یخی جذاب، واقعا بالای همچین چیزی
چیزی ما نمیتونیم پیدا بکنیم به جز حالا انفور یخی و ایکم یخی، این چند تایی که الان وجود داره. و نظرتون چیه؟ واقعا خیلی خوب میشه که داخل آپدیت بعدی بر اساس مود جدید که مود بعدی زمستونیه که کریسمسه بتونیم اسلحه رو به عنوان کریت جبل طلایی داشته باشیم. خیلی هم حالا باحاله. نظرت چیه لوت کریتش؟ اینجا میتونید حالا مشاهده بکنید و این شکلی. اصل بعدی این بخش ایارای بازی پابجی موبایله که M249 یا همون سطیر خودمونه که اینم دقیقاً همون طرای قرمز رنگ رو داره، آتیشیه که داره بهتون نشون میده همه اینها رو. یادم میاد که توی سیزن های قبلی زمستونی هم این سلاح رو برای جبل طلایی بازی هم معرفی کردن. دوباره جزو همون منتخب ها شده و میتونم بگم که جزو نامزدهای جبل طلایی سلاح گریدی اینه که اینجا میتونید حالا ببینید. اینجا میتونید و این بخش فاینال فرم و در آخر هم روت کریتشه که حد زده میشه که توی آپدیت بعدی بازی پابجی بتونیم رو داشته باشیم. بعد از این که کمی از اون آپدیت رد بشیم، از مودش رد بشیم، میریم سراغ اسکارل. بدون اسکارل آب پاش توی بازی بود که داخل همین لول خودش میاد، 7 لول مشخص که فرقی نمیکنه که اینها همشون اسکین برای اسکوپشون باشه یا نه. مثل همیشه بعد از این که معرفی میشه بازی پابجی یک سری اسکینا برای این سلاح‌ها میاره، اسکین هایی برای هارا همون اسکوپ های یکم، دوم، سوم، هولد رو همینا که شما میتونید دریافتشون بکنید. همین توی دست کاراکتر و کیل مسیج هم واقعا هم ساده است که بهتون به صورت کامل گفتم. بیاید بریم سراغ روال پس بازی پابجی و یک سری تصاویر خیلی ریز و کوچولویی که منتشر شده در مورد حالا سلاحاش و هر چیزی که حالا وجود داره که در ادامه بهتون میگم. ما سه تا بخش خیلی خوبو داریم، الایت معمولی، الایت پلاس و همون الایت در کل 1 تا 50. حالا 1 تا 50 هم شما بتونید که الایت بکنید با گرفتن یوسی توی همون روال پس میتونید از 51 تا 100 هم دریافت بکنید بدون اینکه حالا هزینه اضافه بدین. به همین شکل چه سلاحی معرفی شده؟ اولین سلاح رو که میگن حالا مشخص نیست که آپگریدی یا نه، ولی حدس میزنم که این اسکین سلاحش معمولی باشه. برای M24 که رنگش هم خیلی خوبه که اینجا تصویرشو برات میذارمش و همین خیلی جذاب میتونه باشه که تو آپدیت بعدی بیاد. AKM هم مد نظر داشته باشین و اسکین اولیه که اینجا ببینید. اون P45 رو هم برای بخش روال پس بعدی بازی هم گفتن میاد که یک سری تم ها و میتونم بگم که همون حالت اولیه و تصویر روال پس میتونیم ببینیم که لباسش شاید یخی باشه، سلاحی به همون شکل آبی و آبی روشن و زمستونی رو داخل این بخش هم داشته باشیم مثل سیزن های قبلی بازی. حالا یه دونه سلاح مثل M762 هست اینجا که این مشخص نیست، جزو سلاح جدید اولتیمیت یکی داخل حالا مثلا جبل طلایی میاد که من واقعا میگم اینی که احتمالش خیلی کمه که بتونیم همچین سلاحی رو داشته باشیم. اینا رو خود بازیکن‌ها ساختنه، تصاویرش واسهتون میذارم. فکر نمی‌کنم که بازی پابجی بخواد این اسلحه یخی رو داخل مثلا جبل طلایی رو پس خودش بیاره. خیلی عجیب و غریبه، اسکین خیلی ساده‌تر میاد. حالا یه دونه اولتیمیتی که احتمالاً توی بازی داشته باشیم، مثلا میگن اولتیمیتشو میتونیم مد نظر داشته باشیم که حالا زمستونی میاد، طرحش به همین شکله. البته بعدی چطوریه؟ همون زمستونیه و لباساشو مد نظر دارن که بتونن حالا اسلحه‌های خیلی مختلفی داخل کریتش بیارن. صداش میگن ممکنه M762 باشه و اینکه حالا اسلحه دیگه مثل همین شکاریا و رایفلای توی بازی. مثلا همین وینچستر هم جزو سلاحیه که میگن احتمالاً داخل اولتیمیت بعدی بیاد و حالا اینم از این M24 MG3 که ممکنه داخل بعدی جزو سلاحایی باشه که داخل حالا گردونای مختلف بازی میاد. بهتون میگم اینها واسه حالا روال پس نبودن سلاحاشون، ولی خب بهتون گفتم اسکیناشو مد نظرم. مثلا M4 رو شاید بتونیم داشته باشیم اما اسکین معمولی، نه خود فور آپگریدی. اگه اینجوری بود بازیکن‌ها همه میرفتن سراغش. حالا بخوام در مورد اولتیمیت بعدی بگم که میگن خیلی جذاب میتونه باشه توی سیزن بعدی. اولتیمیت بعدی میگن برای کاراکتر خانومه از این شاهزادای توی بازیه که اینجا میتونید ببینید که همچین اسکین بیاد خیلی خفن میشه. اینو بازی پابجی مثلا کره، چینی و همچنین یونایتد استیتس هم میتونید حالا ببینیدش که داخل حالا مثلا پابجی استیتس هم مد نظر داشت. اینا آمده بودن که حد میزنن که بازی پابجی بخواد همچین افکت خیلی خوبی برای ماشینش، برای لباسش، حالا اسلحه‌اش و اموتاش بیاره که میتونید حالا ببینید شاید اسکین مختلفی باشه که خیلی خفن میشه همچین چیز. اینجا حالا برمیگردید این نمیدونم داره چیکار میکنه دقیقاً، ولی اینجا میتونید ببینید که حالا جواز و کریت‌های مختلفی که اینجا اومده. حد میزنیم که البته بعدی بازی بتونید که شاید اضافه شدن همچین اولتیمیتی توی بازی باشین. خیلی خوب، اینم از این تمام جوازو بهتون گفتم. در مورد اکسوتا چیز مشخص نیست، فقط در مورد برگشت اکسوت جسچری و کلاغ میگم که احتمالای اونا واقعا هم حالا کمتره نسبت به سیزن بعدی، شاید توی آپدیت 4.2 بیاد اون. و اینم از این نمرتون این جواز و روال پاسا و چیزایی که بهتون گفتم چنده. بگین حتما خودم که فعلا در مورد جبل طلایی هنوز صداش نیومده، ولی بین همونا فعلا حالا مشخص شده چند تا سلاح برای جبل